سلام دوستان، وقتتون بخیر. برای خیلی از دوستان این مشکل هست و سواله که ما وقتی دستمون میخوره و چت رو توی تلگرام یک طرفه حذف میکنیم چی کار کنیم؟ حالا خیلی هم در سرساز هست برای بعضی از دوستان. خیلی راحته. من اینجا چون حوصله نداشتم برم یه چت دیگه ای باز کنم با یه گوشی دیگه بیام دوتا گوشی بهتون نشون اصلا ندارم، همینجوری توضیح میدم براتون. شما اگر چت طرف رو پاک کردید، یک طرفی فقط واسه خودتون پاک شد، واسه اون هست و دوست ندارین واسه اونم باشه، واسه اونم پاک بشه و فکر میکنین دیگه کاری نمیشه کرد، در اشتباهید. کافیه یک پیام دیگه به همون شخص بدید تو همون تلگرام و اون چت دوباره درست بشه براتون. برای شما یک پیام نمایش داده میشه ولی برای اون پیام های قبلیش هم هست و همون لحظه که پیام جدید رو براش فرستادید روی چت دستتون رو نگه دارید مثل دفعه قبل که برای خودتون فقط پاک کرده بودین. این بار گزینه دو طرفه رو بزنید و دو طرفه پاک میشه، هم چت شما که یک پیام توش پاک میشه، هم چت طرف که کلی پیام های قبلی و این پیام جدیدی که براش فرستادین توشه همش پاک میشه. به همین راحتی، به همین خوشمزگی. دمتون گرم. سابسکرایب کنید، لایک کنید، سوالی چیزی بود برامون کامنت بذارید.